وای مهدی چیتر یه دبل میخوره و کارش تمومه. یارو الان میاد رو چیزا میکنه تو چیز تو چیز میشه. اینجا چیز تو چیز شد. وای میتونسته یه دبل رو بکوبید و دبل رو میکوبونه اینجوری میشه. چیز تو چیز شد دوباره و اینجا یارو دبل و مهدی چه چیتریه جانم. سلام بچه، امیدوارم حالا دلتون خوب باشه. من راکی هستم و خیلی خوش اومدید به ویدیوی جدید. آقا امروز اومدیم بین دوتا کلکل کن، آقا مهدی و آقا آرتا جان که دوتاشون از گیل خودمونن، یک کاستوم بریم و ببینیم چی به چی میشه و کی میبره و کی نمیدونم. آره آقا من تو این کاستوم اگه چیزی گفتم قصد بی احترامی ندارم. دوتاتون داداشای منید، به بزرگی خودتون ببخشید اگه چیزی گفتم. دیگه عرضم به خدمت شما که عرضی نیست. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره دیگه، عشق منید. بریم سراغ ویدیو. خب مهدی چیتر هم الان تو کامنت ها بنویسید. نتمنم که عالیه. بریم دو تا یوتیوبر دبل اسنایپ میکنه این بازیکن. به سلام یونس جان. من صداتون ندارم جیگر. هر کاری کردم این صدای باز باگ شد، نمیدونم چرا. این یارو و مهدی چیتر، ببینیم کی میزنه. مهدی چیتر تو کامنت ها. مهدی چیتر تو میتونی. وای مهدی چیتر یه دبل میخوره و کارش تمومه. یارو الان میاد رو چیزا میکنه تو چیز تو چیز میشه. اینجا چیز تو چیز شد. وای میتونسته یه دبل رو بکوبید و دبل رو میکوبونه اینجوری میشه. چیز تو چیز شد دوباره و اینجا یارو دبل و مهدی چه چیتریه جانم. این پینگ 500 ما هم که دمشگر عالیست. خب مثل اینکه شاهد تماس شدیم و نتمان آره چیز شد. چیز تو چیز دوتا چیتر برای مقابل هم. این از تو وقت اون نرد مثل اون تو وقت این و یه دبل میکوبونه و اینجا داداشیمون رد میکنه و دیزر تو بکوب. وای داداش این یوتیوبره، این فقط اسنایپ میزنه، نمیدونم علاقه خاصی به اسنایپ داره داداشیمون. و مهدی یه دون از این هومرو میزنه و میگه وای دبل رو خوردم دیگه رفت. مهدی جان دوریخ میکنه. داداشیمون میخواد ترکیبای منو چیز کنه چیز یه دبل رو میزنه و مهدی راش میده و اینجا چیز میشه. مهدی وقتی تو داشته باش. اینجا دیگه نمیدونم کدوم چیز تو چیز میکنه. این چیزو میکنه تو اون یا اون چیزو میکنه تو. مهدی چیتر در مقابل آرتا داکتان. ببینیم این دوتا یوتیوبر چیکار میکنه. دبل میزنه و مهدی در جای یخ و مهدی زون کش میشه. وای مهدی زون کش میشه. مهدی زون کش تو کامنت ها. مهدی زون کش میکنه این بازیکن و مهدی میگه داداش من شکست نمیخورم، شکست من نمیخورم و تمام. داداش دقت نداشت داداش و تمام. مهدی چیتر با 2,279 دمج و نه مهدی چیتر با 1167 دمج و این داداشیمون آرتا جان 2,279 دمج. یه لحظه قاطی کردم عزیزم. مهدی چیتر رفت چیتشو خاموش کنه این دفعه و این داداشیمون دبل یو ام پی میکنه. منظور اینه که یه دبل و یه یو ام پی، دوتا چیتر در مقابل هم. بگو به مهدی چیتر خط یارو رو میگیره، میگه تو دبل داری ولی منم وود کفتر دارم.
بود کفتر رو میکنم تو شورتت. بیا بیرون تا بهت بگم کی شورت زایده. آره نمانگاهی که ترند شده بود. چی میگن ترند میگن چی میگن همونا. آره بکیت مهدی. وای یارو داره دبل میزنه. یارو در مقابل چیت یارو. سنگی داداشیمون 4-1 جلو است. اینجا مهدی یه دو میخوابونه و وای یارو یه دبل میزنه بعدش یه UMP خالی میکنه. این واقعا نامردی بود. نامردی در حق نامردی. داداش ادبک اینجا آنتن نمیده فعلا داداش. بلو اینجا داداشیمون همین روند ادامه میده. میگه من میبرم. ولی نمیدین اینجا مهدی چیتر قرار داره. مهدی چیتر. ببینیم این کاستوم چند میشه. به دو تا آلفای آره بده سوسیز نیستا نیست که ماله کودکه. و یارو از اونا میکاره. میگه داداش من از اینا دارم تو از اینا نداری بسوز. یارو از تو دک و دیوار دبل میزنه. مهدی میگه داداش من کم نمیارم من یوتیوبرم. و اینجا که پشت یخش کم میکنه و یارو نمیاد نید میندازه. چی از این کس چرا میندازه و فکر میکنه اون مهدی حواسش نیست. ولی واقعا مهدی حواسش نیست اون واقعا بکشه. اینجا داداشیمون دمیج میکنه میخواست دبل بزنه که مهدی واسکوشش میکنه. واسکوش 5-2 به نفع مهدی چیتر. او فاز یوتیوبری میگیره و عقاب نشون میده. میگه من عقاب ایرانم. تو چی یعنی جمع کن چیز تو برو بیرون. آنتن نمیده عقاب ایران یاروه. بعد داداشیمون میگه داداش من باخت نمیدم. من همین روند یه دونه از این قلبا میفرستیم براش. آره چیپس میخوری؟ وای دبل اولو به مهدی میخوابونه. مهدی میاد با UMP وسکوش کنه ولی مهدی باخت نمیده. مهدی میگه من باخت نمیدم. بچه پایین باخت نمیده. باخت دادیم و یاروی دبل میخوابونه و مهدی رو وسکوش میکنه. داداشی این هد بلد نیست. این فقط و میخوابه. خط قرمز مهدی خوابیدنه. مهدی الان ببین پالت میکنه. پاله آره خب ببین دوتا یوتیوبر. ببین مهدی دنس میزنی داداش 3 دست گرفتی ازش. اینجا دنس منس آنتن نمیده. مهدی چیتر تو کامنت ها همین الان بنویسید. لایک کردی کامنت مهدی چیتر بنویس. یه ساب مشتی هم بزن. عشق منی عشق بگیری بریم سراغ چنی. آره ویدیو که شروع شده. خب این داداشیمون همون روند ادامه میده. میگه من چیترم. مهدی میگه تو چیز منم نیستی یعنی کیف منم نیستی. و اینجا بپر میکنه. میگه داداش میای بیرون یا بیام بیرون. میگه نمیام بیرون تو بیا بیرون. یعنی از این هومرا میزنه. میگه تو چیز یعنی اینجا دیگه قضیه چیز تو چیزه. ببینم کی جرأت داره بیاد بیرون. مهدی چیتر میگه بابا تو در حدی نیستی که رو من بخوابی. من خط سیاه هم خوابیدنه. آره مهدی چیتر همچنان با یخ میره جلو. یارو یک خط نازنین گرفته که مهدی چیتر بیاد بیرون. هدش میره یعنی وستش میره. اینجا مهدی چیتر یه خط نمیتونه بزنه. داداشی هم که UMP بلد نیست بزنه. فقط وسوس میزنه. وسوس مهدی چیتر الان وسوس میزنه. خاموش کرد مهدی چیتر. بعد داداشیمون هم دستا که میذاره رو تیر. میگه یا مرگ یا انقلاب. یا مرگ یا انقلاب. میگه داداش من باخت نمیدم بچه پایینا.
مهدی از یخت اومد بالا و مهدی میگه داداش تو درد نیستی از یخت من میگه رسول و از اینجا میاد یه UMP وست کش مهدی میره دویه. اینجا دیگه بازی خیلی حساس میشه. دوتا چیتر در مقابل هم. چیتر وست میزنن این دوتا داداشی فرقانیتو میزنه بعد وست کش و مهدیو میزنه. وای وای این داره کامبک میزنه داداش. از اینجا یه هد وست داد بهت که گفت مهارت چیت وستم. ما هم قبول داریم داداش. مهدی چیت ناامید میشه و میره دوباره روشن کنه. میگه من داداش آنتن نمیده اینجا کسی رو مخم بره رو مخش میرم. آره خب ببینیم این بازی چجوریه ادامه پیدا میکنه داداش. صدا بازی چجوریه؟ خب صدا بازی اوکی خدا شکر. چرا من یخو اینو دانلود کردم؟ دوتا چیت بس کنار هم شمون دبل میکنه. فکر میکنه اینجا دبل خونه است. نه داداش مهدی اینجا بس کش میکنه فقط. آره مهدی میمونه چیکار کنه؟ بس بزنه هد بزنه دبل اسنا چه دبل UMPه میگه آره مهدی دبلو میزنه و وای داداشیمون یه دبل میزنه وسکوش میکنه. این خیلی بازیش خوبه. اینا هم یه سر به ما عده بک آره مهدی دیگه واقعا از زندگی ناامید میشه و دیزرت میکشه. میگه من دیزرت تکیدم. نه مثل این که میگه آره بازی تا اینجا 5-5 ادامه پیدا میکنه و موندیم کدوم چیت رو انتخاب کنیم. بهش پیام نده عشق دلم قشنگم خوشگلم. آره پیام نده باید بگیری اینو ماچش کنی. نگاه کن ما کارداری پیام نمیدن. الان یه سره دیگه زرت پشت سرم. نگاه اینجا مهدی دیگه میگه داداش اینجا آنتن زیاد نمیده من باید مفت برم جلو. این داداشمون یه دبل میزنه بعدش بس. مهدی خوب دادی برو براش برو بخورش مهدی برو بخورش. مهدی میگه داداش من خسته شدم دیگه این همه هد میزنم بمیر. آخرم بس کشش میکنه. و مهدی میخوابه میگه رو من میخوابیدی کثافت تو نمیدونی یعنی چی. من مهدی چیترم. مهدی چیتر تو کامنت ها. تو در حدی نیستی که اصلا با من بازی کنی. آره داداشیمون دیگه این دفعه وان ور میداره میگه یا الان یا هیچ وقت. و مهدی میگه داداش تو در حدی نیستی با من بازی کنی برو فعلا خاله بازی کن بعدا میام باید بازی میکنم. آره چی یعنی داشتم میگفتم یه چیتر به علاوه یه چیتر 6-5 میشه این بازی. مهدی خطو میگیره میگه کجایی داداش اومدی یا خوش اومدی. مهدی میگه داداش در حدی نیستی با من تو UMP بیا یعنی یه مملکت اومدن و داداشیمون دور یخ میکنن ولی بازی هنوز دمج نشده دور یخ میکنه و میگه من از اون پنجره میزنمت از اون سوس شیره بالا. مهدی میگه داداش میای بیرون یا بیارمت بیرون. مهدی چی کار میکنه چیتر تو چیت ایرانی. مهدی دبل نداره نترس. دبل گرفت. که دبل گرفت ها این UMP شاتگان بود. اینا خیلی یوتیوبرن آجی چیت گان هم زدن سری گانو ور میدارن. آره پنجا چیز تو چیز میشه میگه یا تو بیا پیش من یا من میام پیش تو یا تو میای پیش من. و مهدی میگه داداش تو برو تو کوچه بابا در حدی نیستی به ما رو ما بخوابی به ما نمیخوری اصلا. و این بازی اینجا چیز تو چیز میشه 7-5
5 به نفع مدیچیتر. بگو به به. خب اینجا بچه ها به کلکل میافتن. بزن سیکتی فشاری بازی در نیار. بازی در نیار چیه؟ میشینی فود دراب فشاری هستن چیه؟ میپری میزنی یه جمله خوب اینجا می‌نویسیم سوس شعر فهمیگین؟ باش شعر واقعا من فشار دادم فقط و اینجا مهدی زجه میزنه. ببین زجه چی میگه و کاستوم خراب میکنه داداشی و این ویدیو به پایان میرسه. مرسی که تا اینجا تماشا کردید. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. دمتون گرم بابت حمایتتون. تا ویدیو بعدی بدرود. مواظبت کنید. Stop wasting my time trying to get mine, get out the way, move, trying to get paid, bands on the way, just bought a safe, ooh, crib with a gate, I need me a lake, but that's on the way, ooh, yeah, that's on the way.